به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران و خواهران اهل اسلام، خوش باشین. در این روزهای رمضانی خسته نباشین. ما الحمدلله قرار داریم در شهر گرازنی چچنیا. یکی از سوال‌هایی که داریم به ما شد که برای چی شما سفر کردین. یکی از سبب‌هاش اینه که در هر یک عید یا که مثال ماه رمضان ما سفر میکنیم به مسجدهایی که خوب باشن، در اونجا نوار بکنیم، تبریکات‌های عیدانه و غیره و ها کذا که قاری جان الحمدلله مصرع‌های شعری را می‌نویسه و ما میایم الحمدلله اینجا نوار میگیریم. ماه رحمت با قدوم خویش مهمان آمده، او به زینت از در درگاه رحمان آمده. از سر صدق در بروی او گشا ای هموطن، بر من و تو این زمان الطاف یزدان آمده. این نوار که شما چخیلی که دیدین اینا با نشان میتیم الحمدلله برای انا همی اومده بید. اینا آمدن الحمدلله قطعی ما امروز خوشبختانه که در گرازنی قرار دارن. و قاری جان یک سوال دیگه هم هست که به نهایت برادرها بسیار میتین، این همونایی که ما حجامه میکنیم، ما دکان حجامه داریم، بسیار میتین که در همین رمضانی حجامه کردن جایز است یا نه؟ سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اول برادران و خواهران نهایت عزیز و محترم، ماه شریف رمضان را به شما مبارک میگویم و خداوند این ماه شریف رمضان واقعا رمزتی گناهان و معصیت‌های ما به شما گرداند. و البته این سوال خیلی سوال جالب است و حتی سوال اختلافی هم هست در بین اکثر جامعه ها. ما در این زمینه دو حدیث داریم که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که احتجم النبی صلی الله علیه و سلم و هو صائم، یا در یک حدیث دیگر است که و هو محرم، یعنی حجامت کردن یعنی که گرفتن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حالتی که روزه‌دار بودند، یا در جای دیگر حتی در حالتی که احرام در تن داشتند حجامه کردن. بله حجامه کردن. یعنی با اتفاق اجماع علما از جمله علما و فقهای مذهب حضرت امام اعظم ابو حنیفه، حجامه روزه را نمیشکنه، ولی بعض نازوکی مخصوصی از او دایی است که اگر کسی که خوف بره که در دوام روز گشنه میمونه یا که حجامه سبب کم قوتی از او شوه روزش اگر بخره، اگر در همین صورت خوف بره نکنه خوبتر حجامه را. ولی اگر از خودش باوری داشته باشه که قوت نیروش میرسه یا که سحر تا وقتی ابیت بگیره در وقتی که سیر در او حالت میشوه. برخی از علما منع کردن به خاطر از او که خوف شکستن روزه هست. اگر کسی که قوتش کم باشه، قوای مثلا جسمانیش کم باشه، روزش نشکنه گفته به همین خاطر گفتن. ولی در عموم خود حجامه نمیشکنه روزه. این اصلا مثل همون است که به یک کارچه یا که به یگان لزوه یگان جای دست میبری خونت میبرویه، بله روزه نمیشکنه. الان هم مقصد همون حجامه. فقط خوف گرسنگی یا که خوف شکستن روزه اگر باشه در این صورت نکنن بهتره، ولی اگر از خودشون باوری داشته باشن حجامه نمیشکنه روزه. خوش بهاتون برادران اهل اسلام، چخیلی که شما میدونید ما بسیار غزل ها میخونیم، البته که با قلم قاری جان است، بارها تکرار میکنم. و این در رمضانی هم که ما الحمدلله مصرع‌های شعری را خواندیم، قاری جان الحمدلله نوشته بودن، خوش به حالشون. ما دو تا عید داریم، یکی عید قربان و دیگر عید رمضان. به این خاطر ما باید با تنتنه جشن گیریم عیدها را، به مثل آنه که دوست می‌داریم، هم حبیب خدا را، هم صلی الله علیه و سلم، هم الله نازنین. الحمدلله او عیدها از جانب آنها اومده. به این خاطر ما باید با جان دل پیشواز بگیریم و شما را در خدا میسپاریم. ویدیو را کم کردیم به خاطر یک دو سوال بود که برای شما پاسخ بدهیم. به هم خاطر ما دعا میکنیم که او روزه و نمازهای ما و شما را الله نازنین به درگاه بی‌نیازش خودش قبول بسازه. و به فکرم که وعده الله هست که قاری جان که ما تحفه رمضانی را خودم در دست بنده ها میتیم. همین یک روشنی مینداختیم. در غیر ماه شریف رمضان تقسیمات عملهای نیک و خیر در دست کی است؟ در دست ملائکه خاصی است که خداوند دو ملائکه را مخصوصی تقسیم همو پاداش نیکی و بدی کرده است. یک دست در دست راست است، یک دست در دست چپ که کارهای نیک و بدی ما و شما انسان ها را ثبت میکنن. ولی وقتی که ماه شریف رمضان میرسه، خداوند همین مسئولیت از همین فرشته که کارهای خیر و اجر عمل باید تقسیم کنه با او آدم ها و با او انسان ها، این مسئولیت خداوند از عهده اونها چی میکنه؟ میگیره، خودش میگیره. بله، زیرا میگه که ثواب و فضیلت این ماه شریف رمضان آنقدر زیاد است که شما توانتون برای حساب و تقسیم
اجر و پاداش این ماه شریف رمضان نمیرسه. ماشاءالله. به همین خاطر میگن علما که اگر انسان یک روز این ماه شریف رمضان اگر از دست داد، یک عمر اگر روزه بگیره که ثواب همون یک روزی از دست دادش به دست بیاره، بازم به دست آورده نمیتونه. خوش به حالش. به این خاطر خسته نباشین در این روزهای رمضانی. بار دیگر تنصیحات و خانه آباد باشین. برای دستگیریاتون که به نهایت میندار هستم که دعا میکنین، دائم در زیر کامنتر در غیب هم دعا بکنین. ان شاء الله ما هم در حقتون دعا کردنی هستیم. در این ماه مبارک اگر ما یک تکار خیر بکنیم، ان شاء الله که الله در نامه اعمالمون شاید 100 تا یا که از او هم زیاد بنویسه و کوشش کنیم که کارهای بد انجام ندهیم. زیرا که در این ماه مبارک اگر که کارهای خیر که انجام بشه مثال بسیار ثواب باشه، کارهای بد هم این چنین بد زیاد است. به این خاطر کوشش بکنیم که ما در این روز ماه مبارک کارهای بد انجام ندهیم و ان شاء الله یک ماهی که هست اگر ما خودمون بقپیم خوب استفاده بریم زبان هامون در کار خوب و گفته های خوب، ان شاء الله یک ماه پس دیگه آموخته میشیم، یک عمر دیگه سخن خوب و فعل و رفتار خوب در ما میشینه. بله واقعا خداوند در دوام یک سال نعمت فقط از ما یک ماه هم میخواهد که چی کنیم؟ قناعت کنیم. حدیث شریف است که هذا شهر الاول هو رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النیران. این ماه شریف رمضان یک ماه است که 10 روز اولش چی است؟ 10 روز رحمت است و 10 روز بینش 10 روز مغفرت است و 10 روز اخیرش چی؟ 10 روز رهایی از آتش جهنم. خداوند واقعا کرده باشه که ما از این ماه شریف رمضان تنها گرسنگی جسم و تن به دست نآورده باشیم، بلکه سوزانیدن گناهان و معصیت ها را چی کرده باشیم به دست. زیرا همین خود رمضان در لغت به معنای رمزت است و رمزت به معنای سوزانیدن گناهان یا چیزی میشه. خداوند واقعا این ماه شریف رمضان رمزتی چی مثلا گناهان ما و شما قرار دید. آمین. و یک سخن دیگر پیش از دام میخوام بگم که واقعا در این خیلی مسجدهای بزرگ نماز خواندن یک نفسش تماما فرق میکنه، نفس کشیش، طبیعتش، هواش. و از جمله وقتی که در اینجا نماز خواندم، مسجد کلانترین و زیبایی که در وطن عزیز خودمون در شهر دوشنبه که وای شاید قریب 2 یا 3 برابر ایرا کلان باشه. ما فکر میکردیم که این از او کلان نه، که وقتی آمدیم نزدیک دیدیم همه مسجدهای چچنیه را واقعا مسجد دوشنبه اینا کلانتر بوده. خوش به حال دیدن که الحمدلله این گونه مسجد کلان در وطن ما هم الحمدلله که بنیاد شد. این باعث افتخار ما و شما است. برای این خاطر در آخر نوار گفتم بار دیگر برای دستگیریاتون تشکر زیاد و ان شاء الله در آخر نوار دعا میکنیم. نه خارجان یک دعا میتیه که در این ماه مبارک خداوند منان این ماه شریف رمضان از ما و شما قبول گردانه و همه گناهان و معصیت های ما و شما را عفو کنه و خداوند وطن عزیز از تمام گزنها و از تمام آفت های ارضی و سماوی در حفظ محفوظ داره. آمین. و همه غریبا که دور از وطن و ملت هستند خداوند منان به نزد پدر و مادر عزیزا و نزدیکاشون رسانه. آمین. از تمام گزنها و از تمام آفت های ارضی و سماوی محفوظ شونده. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. برحمتك ارحم الراحمین. تنصیحات خانه آباد باشین. سلام علیکم.